این کلمات یونگ رو ببینید در مورد ترس، در مورد اثر ترس با رشد. اگر ترس از افتادن باشد، تنها راه نجات در پریدنی داوطلبانه است. ترس تو هر کجا که باشد وظیفه ات نیست همانجاست. دقیقاً در همان جایی که بیشترین ترس یا درد را احساس می کنید، بزرگترین فرصت برای رشد پنهان است. ببینید شخص از چه چیزی بیشتر از همه می ترسد تا بدانید بعداً از کجا رشد خواهد کرد. به این فکر کنیم. بزرگترین ترس ما چیه؟ از چی می ترسیم؟ این جمله رو ببینید چقدر این جمله زیباست. بگذار سقوط کنی اگر قرار است سقوط کنی. آن که خواهی شد تو را خواهد گرفت. و این که میگم لایه لایه با ترس ها بریم، همون سقوط داوطلبانه است که یونگ ازش حرف میزد. و کسی که تو رو میگیره آن کسی است، آن نسخه جدیدی از توه که با ترسی مواجه شده و دیگه اون ترس نفرینش باطل شده و دوباره مرحله بعدی و خیشتن جدیدی است تو. آن که خواهی شد تو را خواهد گرفت. و بعد و آیا میشه روزی، این فقط آرزوی منه، آیا میشه روزی که در آغوش جان جهان خودمون رو پیدا کنیم در آخرین سقوط؟